گوش میکنم. چی میخواستی برادر؟ کمی پیشتر از اینجا یک ماشین سیاه گذشت، ندیدید؟ من ندیدم. شما ندیدید؟ نه ندیدین. مایلش سلامت باشید. برای کار. سلامت باشید. برای چی سرکشی میکنی؟ یکون بار خونت رو نگرفتند. عیناً همین طور تکرار میکنند. من هم همان رو گفتنیم. یک بار گرفتند. برای چی تکرارم میدهم؟ من کم خونم. از هوش میروم. خانم گوش کنید. خونی بسیار نمیگیریم. کمتر میگیریم تمام. تو از من خوبتر میدونی؟ از هوش میروم گفتم. برای چی من رو نمیفهمید؟ ای سرم توپ خورده است. ای سرم. پینور. پینور. خانم. پینور جان. خانم. پینور. خانم خوب هستید؟ با خود بر. در داخلش چقدر حجت‌های لازمه باشد تفتیش کن. اگر یگان چیزی افته به من خبر ده. شب یا روز فرق نداره. در حال خبر ده. خوب شده است جناب. نگران نباشید. دلیل است برای پینار. پگاه چه شدنش معلوم نیست. خانم. پینار. خانم خوب هستید؟ خانم خوب هستید؟ تو چیکار کرده استودایی؟ پینور چیکار کرده استودایی میدونی؟ ای من غمی جان خودم رو میخورم. تو فکر گرفتنی خونی برام میکنی؟ اینجا شین فقط خونت رو میگیرن خلاص. اکنون خونتون رو گرفتن میتوانیم. خوب نیستم میگویم آخر. رفته دستوریم رو شسته به خدایم. ببخشید. از کجا میدونستم که این خیلی میشه کرده؟ مهم نیست. وظیفه ما همین است. با این خیلی انسان ها بسیار روبرو میشویم. یعنی چه خیلی؟ آنها همشون بهانه میکوبند. از خوندهی میگریزند. فریده به خود بیا. خدا را شکر خوب هستی. من حاضر تو رو با کجا برم؟ فهمیدم به خانه در بیهود بوده ای آسیه. بیا. مژده. فریده مرده است. مرده است؟ رفته یک بار بین. شاید نمرده است. تو مگر دیوانه هستی؟ مرده رفته است میگویم. تو گفته مرا اجرا کن. آدم هایت رو فرستم. یگان کار کرده آتش رو خاموش کنند. چی مسخره بازی میکنی؟ مگر این لختک بازی است؟
گوش کن به من درس ندی فهمم چیزی که گفتم همه رو اجرا کن به من خون لازم است آخر احمقا شیشه خون رو غلطاندن حاضر باشد از نو خون سپردن لازم از دست من چی میآید؟ با بهانه کردن جانت خلاص نمیشود. رفته خونت را سپار. بعد چی میشود؟ بعد یگان علاجش رو میابیم. زود رفته سپار. چی؟ من رفتم میبینم. پینار خوب هستی؟ خانم آسیا من کمی بیمارم از هوش رفتم خود رو خوب حس نمیکنم التماس زودتر باش. آمدم من کی از این کار خلاص میشم؟ در کجایی؟ در کجاش نمیتوانم باز در خرید کنی؟ چه خیلی خرید کنی؟ حالا وقت خرید کنیت است. اوه با تو همین خیلی گپ زده بودیم. خودت نگفتی که خورده گشتنگیر. آسیا پرداخت میکند؟ زود به اینجا بیا. اگر نه حسابت رو پرداخت نمیکنی. تو در کجایی؟ در بیمار خونه. آسیا تحلیل خون کردن میخواهد. خیر چی؟ مگر خودت تحلیل دین رو نمیخواستی؟ آسیا رو خودت به آنجا نبردی؟ خیر یک خطا کردم. کارها برعکس شد. حاضر تو یگان کار کن. به آسیا زنگ زده او رو به نزد خودت فریاد کن. به اون هم به تو کسی باور کند گناهگار است. سرم را در بالا ماندی پینار، در بالا. از برای خدا زود باش آخیر. نه جانم، به هیچ کس زنگ نمیزنم. تو را باور کردم سرم در بالا ماند. خودت چارت را دیدنگیر، من هیچ کار کردن نمیتوانم. حالا همین خیر گوی من از این مشکل خلاص شدم. با تو دیگر خیگم میزنم. خدا عجب اینها رو تکرارا میگرفته باشم. خدایا خداوندو که این همه به آخر میرسد. مانده شدم آخر من. آمدم. خدای خدا. تمام جانم آمدم. عصبهایم خراب شد. برای چه عصبهایتون خراب میشود؟ زود باش به تو میگویم. مایلش عصبی نشوید. آمده بیا گذره. کدام دستم رو کشویم؟ دهانتان را کشوید.
سلامت باشید. چه خیلی یعنی این چی بود؟ بعد یک هفته جواب تشخیص رو میگیرید. نفهمیدم یعنی چه خیلی؟ آن همین خیلی. خیر است کمال؟ با من یاری دید خاله سنبول زودتر باشید به پیش یک بیمار میروید. چه بیمار؟ از سوختار نجات دادم. بیچاره سوختار جاد نبود اما به خود نمی آید. این خیر باشد برای چی به دکتر نبردی؟ خاله یا این کیه؟ از برای خدا مانید سوال دیگه را کمک کنید زودتر رفتنمان در کار احوالش خوب نیست. جزدان شب جزدانم رو گیرم؟ میلش خانم موسی کار داشته است مرا در بین راه پرتوفته رفت. تو چیکار کرده صدای در شرکت هستی؟ خب مرا انتظار شو زود می آید. آخر گپ زدنمون در کار است. ها نگفته نماند. دیس رو چیکار کردی؟ گرفته توانستی؟ بله گرفتم. خب در حال شکسته پرتو. میده کردم حتی ذره هاشم نمانده است. ها کاری خوب کرده ای. میلش بد گپ میزنی. رفته با آسیا میگویم که این فایده دخترمان است. خانه ایهان ایلماز همین است؟ بله ایهان ایلماز منم. باید با ما به شعبه پلیس رویم. شعبه پلیس؟ بله بیایید میرویم. کدام از آمدن شما نگو؟ با خدا نگو. ها اومد. خانم پینار چی شده است؟ باید با ما شعبه پلیس رویم. سبب؟ سببش رو در شعبه خواهیم فهمید. خوب برای چی بودنش رو فهمیده میتوانم؟ ما رو مجبور نسازید خانم. بیاید رویم. با آقای تیمور گوید زود از پسم باید. خوب شده است خانم. شد آمده ایستادم. کشی دارم.
مرا کشوله با تیمور گپ زدم. واقعی انگشتری رو به او هم گفتم. حیران شد. من هم همین خیل هم حیرانم هم در فکر موندم. اگر پینور دخترم نباشد پس کیست؟ اون آدمونی که در خانه هم کیستن؟ به هر حال بعد یک هفته همه شبه ها روی آب میبراید. این کنه های خونمک هم گم میشوند، هم از خانهتون هم از زندگیتون. اگر پینور دخترم باشد چی؟ هیچ باوری هم نمیاد. یعنی بعد اون انگشترین رو یافتن هیچ امکان ندارد. به هر حال خودتون رو به دست گیرید. همه این رو یک جای حل میکنیم. با هم؟ پشیمانم. عذر میخواهم از شما برای کارهای گذشته. اگر شما رو تنها نمیگذاشتم این کارها یگان تاش نمیشد. نمیدونم با اون خونه چه خیل درویم. برای پینور چه خیل نگاه کنم. چی گویم؟ این خیل باشد به خانه نروید. تا جوابی تشخیص برآمده به یگان جای دیگه روید. عینی حال به یگان جا رفتن نمیخوام. اما جون شرط نیست برای یگان راهی دور روید. بعدی های جمهوریت روید. رفته در خانه دهات بودمون استراحت کنید. عصبیتون آرام میشود. نمیدونم. در اصل همش خوب میشه. با من گوش کن. برای چی ماشینت رو در دوری موندی ها؟ اینجا خانه ای کی؟ یا اینکه یگان کاری نسخایم کرده شده ها؟ خاموشیت بیا رفتیم. تمامه میرویم شوز کنه اینقدر سر و سبا نکن. خاله تو مرا اینجا انتظار شما داشت. حاضر خدایا خودم بزرگ هستی. ما دوست هستیم مگر؟ چه میدهی به خونه ناشناس؟ خاله سنبول قربانت شوم. حیات نجات میدیم. حیات دروید زود. این خانه از اونی همین زن است؟ خاله سنبول خاله سنبول بس کنید گبزنی را. زودتر بیایید زودتر. بیایید جانم بیایید. آهسته خیل بیایید. انا حاضر. دروید حالا این بیچاره رو بین. کی این کار رو کرده است؟ یا اینکه خودت کرده یا؟ خاله سنبول من این کار رو چخیل میکنم. برای نجات دادن میآوردم شما را. انشالله سرم در بلا نمیماند. برای من یک سنگ تازه در کن. دارو تیار میکنم. چند پرچه لطه تازه در کن. من اینها رو از کجا میابم؟ از کجایی میابی آفتن گیر. زود باش رفته از یکانجا بیا. لیکن زودتر باش. از کی باز فریده فیگل ایجانانشینی تو می باشد؟ با فریده چی شده است؟ تو به سوالهایم جواب ده. تقریبا 2 هفته شده است. آقای مأمور چی شده است؟ با فریده یگان کار شده است. برای چی یگان کار باید میشد؟ یا اینکه یگان کار شده است تو از ما پنهان میکنی؟ از برای خدا گپ زنید مأمور. چی شده است با فریده؟ چی گفتی؟ دخترم گفتم. من او را به جای دخترم می حسابم. شما مرا ماندو.
از برای خدا با فریده چی شده است همان رو گویید. کنار آب بیار. خوب شده است. فریده فیگل 2 روز بود به نام نشان است. آخرین بار از خانه تو برآمده است. من ندیدم. برای چی؟ چرا آن روز در خانه نبودید؟ تمام این روز در خانه بودم. شب به بیرون برای هوای تازه گرفتن برآمدم. ممکن همان وقت آمده باشد. آن روز تقریبا در کدام ساعت ها در کجا بودن را تخمین کرده میتوانی؟ شب برای پیاده‌گرد برآمدم. ناگهان از هوش رفتم. چشمانم را گشاده دیدم که در بیمارخانه‌ام. به خانه‌ام امروز آمدم. به هوای تازه گرفتن برآمدی که از هوش رفتی، همین خیال؟ من کسری سرطانم. شما مرا مانید. گپ زنید. به فریده یگان واقعه شده است. شد. شما آرام شوید. نام اون بیمارخانه را گوید، ما رفته تفتیش میکنیم. خدا از تهمت نگه دارد. در این ساعت من به آن زن چیکار دارم؟ آخر زندگی و دیگر هم در داشت دیگر. برای غیبت کردن آمدیم. و شوهرت زنگ زدن نامی تو را داده است. بله میدهد. مرا از خانه پیش کردن. از دستش چیزی که باید کردن میگیرد. تهمت میکند. گفته از مرا نجات ده، از پسم میبوشند. از پسش میبودم اینجا چیکار میکردم؟ چی علاقه داری تو با این زن؟ گپ زن. به من گوش کنید. شوهر این زن به من عاشق است. خانه‌دار میشن گفتم مرا فریب داد. بعد کودک رو در دستم داده. هر دو ما رو به کوچه پرتافت. و بعد من خانه‌دار شدم. برای خودم یک حیاتی نو آغاز نمودم. اما آنها هیچ مرا به حالم نگذاشتن. مرا گوش کنید. اگر حالا هم با این زن دشمن می بودم اجازت نمیدادم که در خانه مادرم کار کند. در خانه مادرت کار میکند؟ بله، خدمتگار شده کار میکند. غم کودکایش را میخورم. دلم نمیشود که از خانه پیشش کنم. کاش غم نمیخوردم و به این حال نمیرسیدم هیچگاه. آخر این اولین بار نیست که از خانه گم میشود. دم به دم از خانه گم میشود. اینها کار دیگر ندارد. در حال به شعبه پلیس مراجعت میکنن. گفتن هم نمیخواستم اما این زن عادت دوستی هم دارد. تمام خود را بیگناه شماریدید که رفته از اتاق یک ورق گرفته بیار. تو در حقیقت دختری منی یا نه؟ دلک کارهایت رو مانو با بلو برآمده لباسهایم رو تیار نما. به خانه در دهات بوده میروم. فهمم خانم موسیقی اونجا بسیار میستید. نمیدونم، یک چند روز به فکرم. یک چیز میپرسم، از فریده یگان خبر نداری؟ نه، در فکرش هم نبودم. به سرش یگان بلو نآمده باشه. خانم موسیقی یک چیز میگویم قهرتون ناید. شما با او اونقدر مهربون هستید یگان گناهش رو نمیبینید. حاضر پول رو گرفته گریخته رفت. پیش از این چند کار دیگر افته بودم، با من باور نکردید. در اصل با تو باور کردن لازم نیست. این دفعه به گفته فریده میکنم، برای آن که قلبم میگوید که فریده خطا نمیکند. خودتون میدونید. صبر کن دخترم، خوب میشوی. من تو رو تبابت میکنم. صبر کن دخترم، صبر.
همش میگذرد دخترم. خوب میشوی، صحت میشوی. طاقت کن دخترم. با رازگی خدا صحت و سلامت میشوی. چیکار کردین؟ با صاحب خانه گپ زدید؟ بله گپ زدیم. بیاناتش رو گرفتیم. برای چی؟ یگان چیز را نمیدانسته است؟ وقتی گم شدن همسرتان شب را در بیمارخانه گذرانده است. بیچاره کسل سرطان بوده است. فهمم. دیگر چی؟ انتظار شوید، حاضر میبراید. با فریده چیکار کرده؟ من یکم کار نکردم. تو خودت همه کار رو کردی. فرزندان رو نگیرد گفتن خواستی جدا شوی. باز چیکار کردی گپ زنم؟ هم خودت و هم زنت دروغگو هستید. خیر باز چی رو دانستن میخواهی؟ فریده دروغ نمیگوید. گفت که مرا تعدیل میکنه و نامی تو را به زبان آورد. تو هم باور کردی هم؟ اول به من نگاه کنم بعد به خودتون. برای چی من به شما تهدید میکردم؟ زندگیم زندگی شاهانه است. یک شرکتی بزرگ در تگ دستم. چی خیلی که خواهم همون خیل رفتار میکنم. لقمه میخوردگیم به شما خوب میگذارد. یک بار به خودتون نگاه کنید چی دارید که حتی اون خونه هم از آن خودتون نبوده است. همسرت خدمتگار، خودت یک بیکار خوجه. شما با من برابر نیستید. یک طرفیست اثر رو هم. با کجا میروی؟ تو چیکار میکنی؟ تو چیکار میکنی در اینجا؟ با تو حسابات هم؟ بله حسابات میدی مادامی که پدرت هستم. به من نگاه کن. هر دویمان دروغ بودن این کار رو میدونیم. نه من پدرت هستم و نه تو دخترم. فهمیدی مرا؟ اکنون با یکون خلاصه بیا. رو از اینجا. خودتون رو بیهود عذاب ندید. خانم آسیا میداند همه چیز رو. به خانم آمده انگشترین رو آورده است. حاضر رفته همه چیز رو به آسیا نقل میکنم. دانن که تو دخترش نیستی. مرا فهمیدی؟ اینار سوار شو. خانم آسیا جامدانتون رو به ماشین میبرم. باز یگون چیز دیگر لازم است؟ مایلش بر لباس هایم روی وز کرده خودم هم میبرویم. خوب شد از خانم. یک بار همشون با بالای سرم برآمدن. آسیا از یک طرف، ای هم و شرف از طرف دیگر. اشیل باشد از فرصت استفاده میبرم. مقصد آن نیست که کسی چیزی گفت یا نه. مقصد این که آسیا نفهمد. زودتر حرکت کن. بر وقتتر به خونه رسیدنمون در کن. ای هم آمده آسیا رو به یگان جا بردنمون لازم است. تا کی راهی گریز می جوییم. یگان راهی حلش رو یافتن در کار.
کاش که میمرد. بعدی مال و ملک رو به ناممان گذراندن مراد. برای این کار رو حل کردن یک تعطیل دراز مدت لازم است. اول این کاری امروز رو یک طرفه کنی، بعد من آن رو به یگان تعطیل خوب روان میکنم. خوب شد که زنگ زدی اشیل. من هم به تو زنگ زدن میخواستم. من قرار دادم که به خانه بیرون از شهر بوده روم. در شرکت بعضی کارهای مهم حل نشده ماند. تو آنها رو حل کرده میتوانی؟ خوش آمدید خانم. مادرم در خانه است؟ بله در خانه است. آمد. تو رو نگذار به خانه دارد. من باشم مادرم رو به گپ میگیرم. خانم اوزیا نیست گوی. خوب شده است. از ما چه میخواهی؟ چرا از پشتمان آمدی؟ یک طرفیستید. خانم اوزیا رو فریاد کنید. از دهات که آمدم با تو صحبت میکنم. چه دهات؟ کی به کجا میرود؟ چی گپ است؟ یعنی به کجا رفتن تو رو نگفته. در تعجب موندم. برای همین پرسیدم. جانم قرار دادم که میروم. 3 روز نمیشوم. شاید یک هفته نباشم. نمیدانم. کمتر عصبهایم رو میخواهم آرام کنم. تو مرا میفهمی؟ نمیشم. با تو چی شد پینار؟ یعنی برای چی ما نمیشوی؟ ماشین انتظار شدن گیرد. با یگان جا نمیروی. تو چی ها میگویی؟ شما رو با یگان جا رفتن نمیمونم. گم شو از اینجا. بار دیگر تو را دیدن نمیخوام. یا اینکه چی؟ در رو محکم کن. با دقت باش. به داخل نگذار. به هیچ کجا نمیروم. در اینجا انتظار میشوم. البته میبرد خانم آسیا هر جایی که باشد. گفتم نمیروی. من خودم تنها در این خونه کلو چی کار میکنم؟ میترسم و هم شما رو یاد میکنم. پینار دیوانه شده ای تو چی کار میکنی اینجا؟ در راه بود ناگهان ما رو دیده تو خونه آورد. گفتم به خونه در یک قهوه نوش بعد میروی. بله. مادرم به دهات میرفته است. اگر حالا ما نمی اومدیم خبر نداده میرفت. تو چه ها میگویی؟ به شما چی شده است؟ فکر میکنید که من به خارجه میروم؟ از استانبول 2 قدم راه است. من کودک نیستم کو. چی دخالت میکنید؟ سرم گرم شد. با اجازت شما میروم. چی میخوای برادر؟ با تو نگفتم که رو از اینجا؟ تنها یک چیز رو میپرسم. خانم آسیا در خانه است؟ رو از اینجا. سری مرا در بلا نمان. یگان کس آمده بود. از پشت آمده است. مادر جان نروی دخیر. پینار بس بودگیست. یک طرف ایستو. راه را تعمیر کرده ایستادن. برای همین نباید میگوید. بله راه رو تعمیر میکنن. حتی ما هم با ماشین آمده نتوانستیم. برای همین ماشین رو در دوری گذاشتیم. با شما چی شده است امروز؟ مایلش پینار. با این طرف میرم. یکم کار کن آخیر. راهی سفید. من شما رو پزمان میشوم. چرا ایستاده ای؟ ماشین رو با پس خانه بیار. با پس خانه؟ بله زودتر. مرحمت. تشکر. اشیل زنگ میزند. وقتش شایفته است. دیلک با من یک آب بیار. از گپ زدن حلقم قاق شد. زودتر. رود میگفته. در آخر جای رفتنش یافت. به دهات رفت.
اگر از نزد خانه سوزونده اما گذاشته بینه چی؟ پینار من نمیدانم با من سوال دادن را بس کن. مرحمت. در اصل میدانم. با یگان ماشین سوار شده از پسش میروی، فهمیدی؟ چی؟ تنها نماند میگویم. گوش کن، در نزدش ایستاده مانع آسیه میشوی. اجازت نمیدی که به یگان جا رود. نگذار که به کسی واخورد. هر یک قدمش را نظارت میکنی، فهمیدی؟ تیمور چخل مونیه یک زنی کلان شوم، از دستش گرفته به تماشا برم. یک نام دارو را میدهم، وقتی رفتم اون را گیر، از بوده کار میبرایی. الو آقای یوسف، شما در دهات هستید؟ فهمو حاضر به خانه رفته آتشدان رو در گیرانید. بله چند روز میستم، نمیدونم خرید هم کنید میلش. من در راه آمده ایستادم. خدا یک دو چیز یافتم اما من نمیفهمم. کنی بینید در کاری است. این مرهم یاردم میکند، دردش رو میگیرد. یاردم میکند تا پگاه یگان دردش باقی نمیماند. بسیار نسوخته است، کمی از گرمی دست است. انا از این 6 ساعت پس یک تاگی خورم. بخیر است خاله، بالای سرش نمیستید و رود و احوالش بد شود. گرفته به دکتر بر. من میروم. در خانه یک کسی بیگانه ایستاده نمیتوانم. از دستم آمده رو کردم، دیگر نمیتوانم. خاله ایست، من تو رو میبرم. ایست، در این وقت ماشین رو از کجا میابی؟ ایست و میبرم. دیگر وقت ایستادن نمانده است آقای امیر. وضعیتش جدی است، باید زودتر جراحی گذارونیم. امیر از برای ثواب به این کار اجازت نده. فرزندانم میمیرد. مجبور هستیم عثمان، از برای ثواب خودت رو به دست گیر. من برای جراحی راضی نیستم. این کار رو برای هر دویمون کن، برای هر دویمون. و تو یکم چیز شود من زندگی کرده نمیتوانم. خودت رو و هم مرا به قتل نرسان. میلش عثمان، مرا نرنجان. امیر یوسف خوب است. خوب نیست که و جراحی در آوردند.
چیکار میکنم؟ فرزندانم را محافظت کرده نتوانستم. میتوانی یاسمن، اصلا حاضر میتوانی. جراحی کردنمان رو نمیخوایم اما مجبور هستیم. خدا دیدی که حامله دور بودنت با یگان کس فایده نداره. کار طرف بد شده افتاده است. اگر یک کاری کردن گیری بیش از دفاعیت خودت را از دست میدی. بیا اکنون براحت باش. خانم همشیره، یک التجا میکنم از شما. ببزن یاسمن. من این جراحی رو یک جای با فرزندانم میگذرم. خوش آمده. خوش باش. دری باگاژ رو شده جامدان ها رو گیر. تیار کردم لیکن تیرزه میمانخانه شکسته است. من نو آمده دیدم. در حال استاد را فریاد کردم. آمده دیدو تیرزه را عوض کرد. دوز ندر اومده باشد؟ نه، خانه را تفتیش کردم. نه یگان کس در آمده است و نه بر آمده است. با فکرم این کاری کودک راست. فهمو، بخیر است انشاء. با یخدان یک دو چیز گذاشتم. اگر خواهید خطیچه را روان کنم برایتان یگان چیز تیار کنم. سورپریز. در حقیقت سورپریز است. خوب هسته؟ میتونم ایستانه گریز تو را میتونم. باز نفتید کنی دار ایستو حالی تو را میتونم. نگریز ایستو تو را میتونم. نگریز بچه ها دور نروید. گفتم تو را میدارم. نگریز. نفتید مادر اینجا بیا مادر جان ما رو تنها نگذار. مادر با اینجا بیا. اومده نمیتوانم آخیر. مادر جان ما رو تنها نگذاره. التماس میکنم. ما رو داره دخیل. دستانم رو التماس میکنم. ما تنها نگذاره. حاضر میآیم. بیا لطفاً بیاید مادر جان. خزید از جهتان اینجا بیاید. التماس مادر جان. بچه ها نروید. التجا میکنم نروید. مرا تنها نگذارید. حاضر میآیم.
هیچگاه شما را تنها نمیگذارم. چرا اینقدر دراز دوام کرد؟ باید سومن یگان کار نشده باشد. خدایا طاقتم تاق شد. پسرم، ما انسانیم، انسانی عاجز. به هر کار صبر کردنمون لازم. باید دعا کنیم. فقط از خداوند مدد طلب میکنیم. خداوند عزیز و مهربان است. زنده ماندن نماندن یاسمن را خداوند خودش میداند. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.